فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یک سوال دیگری هم دارن عاطفه خانم که در نمازهای غیر پنجگانه توضیح بدید که چجوری باید نیت کنن. نیت یعنی تصمیم قلبی. لازم نیست یک چیزی رو بر زبان بیارند که من نیت کردم که 2 رکعت نماز سنت بخوانم یا 2 رکعت نماز نفل بخوانم. همین که قبل از نماز ظهر هست شما نیت میکنید من 4 رکعت قبل از ظهر میخونم، این میشود نیت نماز سنت قبل از ظهر. اما در وقت فرض مثلا شما میروید به مسجد یا وقت نماز فرض هست، شما میدونید که نماز ظهر وقتش الان داخل شده، میروید روی مصلی میایستید و میخواهید که نماز ظهر را بخونید. همین نیت قلبی شما، همین تصمیم قلبی شما یعنی اراده و نیت شرعی شما هم محسوب میشه. لازم نیست که بر زبان تکرار بکنید که من نماز نفل میخونم یا نماز سنت رو میخونم. همین که در قلب شما اومده باشه که من نماز فرض رو میخونم یا نماز سنت قبل از ظهر یا بعد از نماز فرض رو میخونم یا یک نماز نفل مطلقی رو میخونم، همین کفایت میکنه. تعیین نوع نماز که به صورت زبانی باشه که سنت نفل باشه، سنت باشه یا نفل باشه، واجب باشه، با زبان لازم نیست. و اگر هم کسی این کار رو بکنه، بسیار از اونها معتقد هستند که نیت زبانی در واقع یک نوع بدعتی هست، زیرا که این نیت کار قلب هست. همون گونه که زبان یک کاری رو داره که خواندن قرائت هست، فاتحه و سوره رو باید بخونه، قلب هم در نماز یک وظیفه رو داره و اون برمیگرده به نیتش که نیت مال قلب هست و قرائت مال زبان هست و رکوع و سجده مال دست و پا و بقیه اعضا هست. پس بنابراین همین که ایشون تصمیم بگیرند که من نماز سنت میخونم یا مطلق نفل میخونم یا نماز فرض هست، این کفایت میکنه و جاری کردن یک صیغه مشخصی بر زبان لازم نیست.